کجا خورم؟ کجا در شراب میفروشن؟ رنگی امروزه جامعه ما و شما در هر دکان عرق نبود. در هر یک قدی کوچه یک بشکه پیوه نویساندگی سویجی پیوه، او از سر سبیل بمانه و سویجی. حالی میفهمی بعد سویجیش چی است؟ وای به حال هم مسلمان هایی که اینا میفروشن، وای به حالتان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ شما زردابی از فرجهای زن دوزخی را می نوشین در روز قیامت. بعد میبینی که کلامش سویجی هست. در هر قدی کوچه و در هر دکان این گونه عرق فروشی نبود. امروز من حیرت نمیمانم باور کنین مسلمان عرق فروش است. مسلمان در معرکهاش عرق میدهد، مسلمان عرق خورای، مسلمان دزدای، مسلمان خیانتکارای، مسلمان دروغگو است. این چی گونه مسلمانی باشد؟ آخر شما یک بار آدمو بت پرستای خطای عبرت گیرید، همونها را ببینین، همون بت پرستیشان در چند قدر صادقند. یک بت در پیشان همون لباسهای زرچون پوشیدگی و سرها تراشیدگی از سر تا بگاه در بیخ همون بت نشستگی همون را عبادت میکنند. یا مسلمانی کامل شو، یا اسلام و تو واری مسلمان احتیاج ندارد، هیچ احتیاج ندارد. گفت از کجا نوشم؟ شیخ برسیسا گفتند، گفت به فلان قریه می روی، در فلان مکان گفت خمر وجود دارد. شیخ آمدن همون خانه در آمدن و عرق نوشیدند که مست شدند. وقتی کوچه بر آمدن نگاه کردند که یک زنی خیلی صاحب جمال دیدند، تیز از پی وی رفتند. این پیغمبر خدا بیهوده نگفتند که عرق مادر همه گناه هاست، همین عرق نوش دیگر در همه گناه ها آسان است در آمدن. از پی همین زنی خوش جمال شدند. وقتی در خانه در آمد این زن، از پس وی در آمد و یکی یک باره میگوید بالای این زن حمله کرد. آدمی مست میگوید این زن تجاوز کرد. همین زمان بود که شوهرش در آمد. میگوید برای آنکه شرمنده نشود، میگوید مشت میگوید در بالای سر این شوهر زن زد و او را در زمین افشانید و او را قتل کرد تا که آوازش نبراید. شیطان در حال میگوید نزد پادشاه آمد، خودش به صورت انسان در آورد و گفت میدانی در فلان خانه گفت فلانی گفت فلانی را هم زنا کرد، هم عرق نوشید، هم وی قتل کرد. گفت پادشاه در حال دستگیر کردند، شیخ آوردند. میگوید 80 تازیانه برای عرق زدن، 80 تازیانه دیگه برای زنا زدن و گفتن نزد دار بریم برای که انسان قتل کرده است اینا در دار آویزان کنی. وقتی نزد دار آوردن، شیطان میگوید در حال نزد شیخ آمد. گفته شیخ گفت اینقدر سال عبادت کردی، 400 سال خدا تا عبادت کردی، اینقدر مریدها، چی خوش می شود که از زمین زیری دار تو را من خلاص گردانم. گو راه دارد؟ گفت بله. گو مرا یک سجده کن تمام، من تو را گفت از اینجا خلاص میکنم. گفت آخر گردن من بند دارد، چه خیلی من تو را سجده کنم؟ گفت با همین سرت اشاره کن قبول است. یک شیخ همین سرش اشاره کرد، شیطان عبادت کرد. شیطان گفت یقین دان ای شیخ من شیطان هستم، من دشمن تو و دشمن قرآن و دشمن الله هستم. میگوید از پیش او ناپدید شد و خداوند این شیخ هم میگوید در روز قیامت در زمره همون عرق نوشها در زیر بیرق همین برسیسا سر میبردارد. این از خاتمه یکی از دوستان خدا. باید انسان خاتمه را فقط انما الاعمال بخواتمها، حبیب خدا میگوید این از جز از این نیست که فقط خاتمه اعتبار است، نظر که خاتمه شما چگونه انجام می‌یابد. و این باید ما و شما ننازیم.